بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام و دنیای از ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید کانون پرمهر خانواده شما در سایه الطاف الله متعال هر روز و هر لحظه زیباتر از روزها و لحظه های گذشته سپری بشه. الله ربی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق رو نصیب راه ما کرد تا در برنامه دیگر و سفره دیگر از سفره های دل در خدمت شما خوبان و سروران باشیم در معیت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز که در آغاز از طرف خودم و به نمایندگی شما عزیزان سلام های گرم شما و خوش آمد خود رو خدمت جناب دکتر تقدیم میکنم و ایشون رو به برنامه خودشون خیلی مقدار عرض میکنم. خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام دارم هم خدمت شما سلیمانی بزرگوار و خیلی خوشحالم که باز هم شما تشریف آوردید روی سفره دلتون و ما رو تنها نذاشتید و همچنین به هر حال دیگه تجربه ما با شما یه مقدار تجربه تلخی بود، حالا باید مواظب باشیم که نپریم. الحمدلله که شما اجازه دادید دوباره بیام. خواهش میکنم، شما تاج سرید و اینم برنامه شما و برنامه بینندگان. البته عرض ادب و سلام دارم به همه شما نازنینان که ما رو همراهی میکنید در این سفره دلتون و امید هست که انشالله در کنار هم با هم و در رکاب استاد بزرگوار سلیمانی عزیز بتونیم دست در دست هم بدیم و برخی از گره های کور جامعه رو باز کنیم. حرفایی که میزنیم حرفای مهمی هست و نیاز هست که به همدیگه منتقل کنیم، چرا که ما متاسفانه در جامعهمون استاد سلیمانی عزیز وقتی میخوایم که ماشین سواری کنیم میریم یک دوره آموزشی میگیریم و یک نمیدونم رانندگی باید و تا این دوره رو هم نگذرونیم نمیذارن که سوار ماشین بشیم. گواهینامه‌اش هم باید بدیم که امتحان هم ازمون میگیرن و هر چند وقتی هم پلیس میپرسه آقا گواهینامت کو، باید تمدیدش هم بکنیم. اما در قضیه مدیریت خانواده و زندگی که قابل قیاس هم نیست با مدیریت یک تیکه آهن، ما در این مسیر کوتاهی میکنیم، فکر میکنیم که آقا خود به خود یاد میگیرن، اما متاسفانه وقت یاد میگیرن که زدند و این ور اون ور ماشین رو یا زندگی رو داغون کردن. این برنامه سفره دل انشالله تلاش داره که راهکاری گواهینامه بده، گواهینامه زندگی درست. انشالله همطور که جناب دکترم اشاره فرمودن ما در مجموعه برنامه سفره دل از آغاز تا به امروز همیشه تلاشمون این بوده تا بتونیم که به همراه شما عزیزان قدمی برداشته باشیم در راه اصلاح معضلاتی که وجود داره و در راه گام برداشتن برای یک زندگی بهتر و یک فضای صمیمیتر و گرمتر و زیباتر در کانون پرمهر خانواده در تمامی جوانب زندگی مشترک از بین به هر حال از خود همسرها گرفته و فرزندان و متعلقین و دوربری هایی که هستند با محوریت زن و مرد و علل خصوص چیزی که بسیار مهمه در فضای خانواده رابطه خود زن و شوهر با هم هست، دو همسر با یکدیگر که اساس خانواده هستند. اگر این دو شخص که به هر حال شالوده اصلی خانواده رو تشکیل میدن با هم رابطهشون خوب باشه و با هم خوب باشن، میشه امیدوار بود که مراحل بعدی به راحتی و بهتر طی بشه در اون فضای سرشار از محبت و احترام و عشق و صمیمیت که امروز قصد داریم درباره این فضا بیشتر صحبت بکنیم که چطور میشه ما در داخل خانه و در فضای خانواده ما بتونیم که بین دو همسر، حالا یعنی خود دو همسر چه کار بکنن که یک شخصی که میخواد من نوعی که الان میخوام ازدواج بکنم حتی قبل از ازدواج، یا منی که ازدواج کردم، منی که سالها از زندگی من میگذره و از رابطه با همسرم راضی هستم یا انتظار دارم که در ازدواج و بعد از ازدواج رابطه من و همسرم رابطه خوبی باشه، سرشار از محبت و احساس و علاقه و صمیمیت و همون چیزی که خب به هر حال ما از یک زندگی مشترک انتظار داریم و الله متعال هم اصلا برای ما این گونه بیان میکنه که وجعل بینکم مودة و رحمة، مودت و رحمت باشه
چطور میشه که این زندگی رو، این عشق رو، این محبت رو مستمرش کرد؟ ما یک موضوعی رو برای شما عزیزان، البته جناب دکتر انتخاب کردن که با موضوع عشق جاویدان در زندگی مشترک در خدمت شما خواهیم بود امروز و سعی می‌کنیم که صحبت بکنیم که چگونه میشه این عشق رو به وجود آورد و چگونه میشه این عشق رو مستمرش کرد و استمرارش داد. موضوعی که بسیار مهمه و موضوعی که واقعا اگر خدای نکرده در زندگی مشترک وجود نداشت، اون موقع دیگه تلخیش رو فقط باید از عزیزانی شنید و از عزیزانی گوش کرد که این حقیقت رو در زندگی نتونستن تجربه بکنن و فکر نمی کنم هم برای کسی این حقیقت و تلخی این حقیقت تلخ، عدم وجود عشق و صمیمیت در بین زن و شوهر پوشیده باشه. در خدمت جناب دکتر خواهیم بود. جناب دکتر، عشق و موضوع زندگی مشترک اون چیزی است که همه آرزومندیم، مخصوصا جاودانه کردنش باز یک رویاست برای زن و شوهر، محبتی که باش آغاز میشه زندگی و دوست داریم که تا آخرین لحظه نه تنها در این دنیا بلکه در اون دنیا هم این روز به روز افزایش پیدا بکنه و مستمر بشه. قدم اول در راه دست یافتن به این عشق جاویدان کجاست؟ از کجا باید من نوعی شروع بکنم تا به این عشق جاویدان برسم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. ببین استاد سلیمانی عزیز، در قضیه ازدواج اصلا مبنای پای اول که طرف میذاره میاد خواستگاری، هدفش چی هست؟ هدفش که ازدواج هست. بله. ازدواج که شد، قضیه ماندگاریش اصلا سر شاخه. قضیه اصلا فکر نیومده که گره و طلاق بده. قضیه مثلا صیغه نیست. خب صیغه رو وقتی نگاش میکنید یا رابطه نامشروع رو وقتی نگاش میکنید و قیاسش میکنید با ازدواج، میبینید در این فساد اخلاقی که اسمش مثلا صیغه باشه یا فحشا، در این طرف زن میگیره. اما زن رو برای چی میگیره؟ زن رو برای اون یک نیاز جنسی هست، میخواد این نیازش رو برطرف کنه. یه غریزه شهوانی. یه غریزه شهوانی است. اینهو کسی که رفت مثلا یک دستشوی عمومی هست، خب رفت مثلا نیاز داشت، رفت خودشو خالی کرد، بعد اومد یه مبلغی رو پرداخت کرد، تموم شد رفت. هیچ در مقابل این دستشویی که حالا مثلا میخواد صاف بمونه، میخواد اینو درستش کنن، میخواد بهترش کنن، نظافتش، این مسئولیت هیچ چیزی بر عهده نداره. واسه همینه که مثلا در کشورهای غربی و در محیطهای فاسد شما میبینید که چه اتفاقی میفته؟ قتل‌هایی بعد از برقراری روابط جنسی، ظلم‌هایی که به زنها میشه، زدن و چرا؟ چون که اون طرف یک نیازی داشت، اون انگیزه براش به وجود آورد، اومد دنبال حالا شکار رو گرفت، انگیزش برطرف شد، بله. نیازش برطرف شد. بعد از اون احساس میکنه، یک احساس حیوانیتی درش رشد میکنه، چون یک عملی رو انجام داد که یک عمل حیوانی است. از خودش متنفر میشه، از طرف مقابل هم متنفر میشه. خب و دیگه الان نیاز هم نداره بشه، اینو که طردش میکنه، میزندش. این مسائل رو در کشورهای غربی اصلا یک جنجالی هست که یه موزلی هست که باش دست به گریبان هست. در قضیه که مثلا در مثلا کشور ما هم مثلا یک موزل اجتماعی که سبزش کردن، صیغه همین مورد هست. طرف میاد، خب مثلا طرف میخواد اینجا یک زندگی دوامداری داشته باشه، نه، یعنی نمیخواد یه همسر داشته باشه، نمیخواد که از این همسر صاحب فرزندانی بشه، پس نمیخواد یه خانواده تشکل پیدا کنه. اینجا دیگه قضیه اون تصویر قرآنی که حرث لکم هست نیست. یک زمینی نیست که بخواد این رو بارورش کنه، آبادش کنه، روش سرمایه گذاری کنه. نه خیر، یه زمینی هست مثل یه زمینی که مثلا طرف میاد باربری داره،
خب این باری رو که مثلا از چابهار میاره میخواد منتقل کنه تهران، خب تو زاهدان باید این رو ترانزیتش کنه. حالا این زمین، یک زمین کرایه‌ای میخواد، یه زمینی باز باشه، خب سرمایه رو میاندازه به صورت یه انبار. یه انباری هست کرایه انبار میده، این زمین میاد جنسشو میذاره اینجا، بعدش مهم براش نیست. قضیه ازدواج تو نیست. قضیه ازدواج اون چیزی که به صورت برخی تصور میکنن که آقا ازدواج رو ما شروع میکنیم از یک سفری هست از زنجان تا سیرجان، که از زنجان میشیم، بعدش میایم سیرجان، ازش سیر خوردیم بعد دیگه میندازیمش دور. خب اون دیگه چی بود نمیدونم، به هر حال یعنی یک چیزیه که میخوان ازش شانه خالی کنن، مسئولیتش رو نمیخوان بپذیرن. در حالی که ازدواج در عربی بهش میگن بنا، میگن فلانی بر فلانی بنا کرد. خب وقتی شما رو هم دعوت میدن میگن که شما بیایید، برنامه بنا هست. بنا یعنی ساختن، بنا علیها یا مثلا فلانی بنا علی فلانه. خب یعنی ساختن، یعنی یک پروسه رو ایجاد کردن برای آینده، و این پروسه یک پروسه جاویدانی هست. هدف جاویدانگی هست. هیچ وقت کسی نمیاد ازدواج کنه به هدف چی؟ طلاق. اما یک مثلا خود ازدواج شدن یعنی دو تا شدن، دو تا یکی شدن، دو تا به صورت شخص دو تا که با هم کنار هم قرار میگیرن میشه یک قانونی درست میکنن، یک زوج میشن. اصلا برای یکی نمیشه گفت دیگه زوج. دقیقاً این دو تا وقتی که جدا بشن از هم دیگه زوج نمیشن، میان همسر هم میشن، همسر با هم. خب این دو تایی که میان با هم میشن هرگز هدفشون این نیست که جدا بشن، اما یک کارایی میکنن، فکر میکنن که این به اصطلاح باعث میشه که اینا به هم بچسبن، خب با هم جمع بشن، اما چون که راهکار رو نمیدونن میان حرکتایی ازشون سر میزنه که اینا رو بیشتر از هم جدا میکنه. مثلا ما قبلا در مورد طلاق عاطفی سخن گفتیم، چطور طلاق عاطفی به وجود میاد. قبلا در مورد آمارهایی که طلاق‌هایی که در سالهای اول ازدواج صورت میگیره وحشتناک. خیلی بالاست. بعد اومدیم دیدیم اوه نه بابا، سالهای اول ازدواج رو اینا گذروندن، از طلاق عاطفیش هم رد شدن، اومدن میان سالی باز اینجا یه چاله دیگه پیدا شد. خب اینا کجا به وجود میاد؟ اینا در یک سیستمی به وجود میاد که اون سیستم درست پایه‌گذاری نشده. مثلا ما در ازدواجا میایم میگیم که آقا مهریه رو بزن بالا. برای چی مهریه رو بزنیم بالا؟ میگه اگر مهریه رو ما کم بزنیم شاید طلاقش بده. یعنی چی؟ یعنی الان طرف میاد میگه که یه چکش اینجا بذار که نکنه این بخواد سر دخترمو بشکنه، چکشه دم دست باشه. اون که اصلا تو دستش چکشی نیست که بیاد سر دخترت رو بشکنه، اما این چکش رو تو گذاشتی با این میشکندش. وقتی که تو اصلا در تصورت هست که یه طلاقی امکان هست صورت بگیره، من این رو پیش مهرش میکنم که صورت نگیره، چی اتفاقی میفته؟ حتما صورت میگیره. خود به خود به این سمت داره پیش میره. بله دیگه، تو اصلا پایه‌ریزی کردی، اصلا مبنات، اصلا نیتت از اول مشکل داشت. اما اگر نه، من اینجا چی کار دارم میکنم؟ آیا من دارم یه دختر میارم برای خودم؟ من اومدم وقتی که اومدم خواستگاری دختر آقای سلیمانی، در واقع من نیومدم که پسرم رو یه جایی بندازم که در خطر باشه. من اومدم که چند تا دختر دارم، یه دختر دیگه هم اضافه بشه تو خانواده من. آقای سلیمانی وقتی قبول کرد که صاحب یک پسر جدیدی بشه. اون چه پسری؟ اون پسری که آقای سلیمانی هم از اخلاقش راضیه هم از دیانتش. انتخاب میکنه خودش. انتخابه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی فرمودن؟ اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه. اگر کسی اومد که شما هم از دینش راضی هستید هم از اخلاقش. خوش اخلاق خوش دینه مهم نیست، شما راضی هستید از این دین و از این اخلاقی که این داره.
یعنی باید بخورن دوتا به هم. یعنی حالا این طرف از نظر من خوش اخلاق و خوش دیانت است، این نظر من مهم نیست، نظر شما مهمه که داری قبولش میکنی. چون شاید اخلاقی که من برای خودم تعریف کردم و دیانتی که برای من تعریف شده است با اخلاق دیانتی که برای شما تعریف شده است متفاوت باشه. دقیقاً. خب حالا من این طرف شاید ازدواج میکنه، این طرف میاد میگه که من میخوام ازدواج کنم. ببینید ما یک نوع ارزش هایی داریم، یک معیارهایی داریم که این معیارها اینجا تو مخمون تشکل پیدا میکنه. معیارها بر چه مبنایی تشکل پیدا میکنه؟ بر مبنای اون دید ما از زندگی. بله. دیدی که ما، اعتقاداتی که ما داریم، افکاری که داریم، اندیشه هایی که داریم، اون چیزایی که ما میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، میگیم، این راهکارها، همه این به اصطلاح سوراخ‌هایی که داده ها رو میاره تو مخ ما جا میده، اینا فیلتر میشه. بله. فیلتر از بینش ما، از اخلاق ما، از عقیده ما، دیانتی که ما داریم، اینها اینو میارن در ذهن ما میذارن. این ذهن ما میاد دستور میده به بقیه، دستور میده به قلب ما، احساسات و عواطف ما حرکت میکنه، انگیزه آفرینی میشه، بعد از اون رفتارهای ما شکل میگیره. حالا من میخوام ازدواج کنم، ازدواج میکنم، هدفم از این ازدواج چی هست؟ اینی که میگه آقا عاشق شدم، این حرف کشکی، حرف بازاری است. یه لحظه جناب دکتر، الان ما صحبتمون درباره عشق، یک عشقی که باید جاویدان باشه و شما درباره بحث عشق که خب الان داریم از اولین قدم ها صحبت میکنیم که چطور این عشق به وجود بیاد که تا بعدش ببینیم که چطور جاویدانش کنیم. من نوعی قبل از ازدواج احساس میکنم این نیرو الان در من به وجود اومده و عاشق شدم، علاقمندم بهش، هر وقت اسمشو میشنوم قلبم توپ توپ میزنه و وقتی میبینمش خوشحال میشم، نبینمش ناراحتم، صداشو میشنوم انرژی میگیرم و با من قهر بکنه روزگارم سیاست و اعتصاب غذام شاید بکنم، شاید خودم از بالام پایین پرت کنم و خیلی از اتفاقاتی که اتفاق میافته اینها هست، یک واقعیتی که هست. یعنی اینا نمیشه انکار کرد. نمیشه انکار کرد. اما من شما رو میگیرم میبرم وسط صحرا. خب بردمتون وسط صحرا، تشنه و گشنه. چی میبینید جلو روتون؟ هر آن چیزی که به درد خوردن و آشامیدن بخونه. دنبال اینا میگردم. صدای وزوز زنبوری باشه فکر میکنی؟ شرشر آبه. شرشر آبه. اون دورا اون خورشید گرم میزنه به زمین، شما چی میبینید؟ نونا، قرص نان. دریا رو میبینید اونجا. روی سراب آب میبینید. سراب آب میبینید. بله. روی جاده آب میبینید. این چیزی که الان ما اولا ببینید، عشق در ابتدای زندگی اصلا وجود نداره. ابتدای زندگی یعنی کی؟ یا قبل از ازدواج ما چیزی به نام عشق نداریم. چی داریم؟ نیاز داریم. انگیزه‌ای که در ما رشد کرده، نیازی که در ما وجود اومده، بر مبنای این نیاز ما هر سرابی رو آب میبینیم. نیاز به چی؟ نیاز به جنس مخالف. یعنی بحث شهوت. دقیقاً. ببینید راه‌های ورودی دختر پسرها کیان؟ آقایون کلید ورودیشون درشون چشاشونه. با چش عاشق میشن؟ با چش عاشق میشن. عاشق چی میشن؟ عاشق نمیشن، اون نیازشون تحریک میشه، فوران میکنن. من عاشق شدم. عاشق چی شدی؟ یه دختر اینقدر خوشگله. نشنیدید یه وقت آقا پسری بیاد بگه که من عاشق شدم، چی؟ صاحب کمالاته. هستن بعضی. این حرف کمالات رو کجا میزنه آقا پسر؟ پسر روباهن. این حرف کمالات رو فقط برای مادرش میگه، چون اگه بگه پیش مادرش خوشگلم، مادر این زبان رو نمیفهمه. بهانه میده. اما مثلا اگر پیش باباش رو داشته باشه میگه بابا خیلی خوشگله. خریدار داره اونجا حرفش. چرا؟ چون که بابا مثل خودش نزدیک در چشمیه نسبت به من. خانوما کلیدی ورودیشون گوششونه. خانوما نگاه میکنن که چقدر طرف چپلوسه، چقدر حرفای خوش میزنه، عاشقتم، دوست دارم، فداتم.
این تو چیزا هرگز. خب این هم یه نیاز داره، نیاز جنسی که در دختر هست و نیاز جنسی که در آقا پسر هست. این یه پله است. اگر این نمی بود خب کسی ازدواج نمی کرد. یعنی این یک نیروی محرک است. این یه نیروی محرکه است، اما این نیروی محرکه همه چیز نیست، نیست. بلکه این نیروی محرکه چیکار میکنه؟ اینا رو به هم نزدیک میکنه، اینا رو تشویق میکنه. اما این اگر دوام پیدا میکرد، به این صورت اگر دوام پیدا میکرد که زندگی افت میکرد. این فقط عمرش چقدره؟ یه 2-3 ماهی حد اکثر. این اگر دوام پیدا میکرد زندگی افت میکرد یعنی چی؟ یعنی اینی که اینا همیشه دیگه از خونه نمی اومدن بیرون، از اتاق خوابشون نمی اومدن بیرون. یعنی غریزه تمایل جنسی و شهوت یه باری هست، بعد از اون میاد به اصطلاح زندگی اونجا معنا پیدا میکنه. حکایت گرسنگی تشنگی قبل افطار. دقیقاً. الان مثلا طرف گرسنه بود قبل از افطار، اومد غذا، چقدر شوق داره. خب بله. خب اومد افطاریشو کرد، بعدش چی؟ میره دنبال کار دیگه‌اش. پس زندگی باید بچرخه. خب این یک انگیزه است که خداوند متعال در فطرت در سرشت انسان قرار داده برای این بره. خب اما الان قبل از این همین قبل از اینی که شما اشاره فرمودید، الان چطور من نوعی که دنبال عشق جاودان در زندگی خود هستم و میخوام همسر انتخاب بکنم، اعتماد بکنم به احساس خودم برای دست یافتن به این عشق؟ اینی که من باید بدونم که چرا ازدواج میکنم. هدفم برای ازدواج، ببینید چرا ازدواج میکنم، این سوال رو براش باید جواب داشته باشم. چرا ازدواج میکنم؟ نتونستم جواب درست بدم، باید صبر کنم، نپختم. جواب درستش چیه؟ جواب درستش من چی میخوام از زندگی؟ من از زندگی رضایت الله متعال رو میخوام. این باید در ذهن هر انسان مؤمنی باشه. من از زندگی میخوام تشکیل خانواده بدم. من میخوام صاحب بچه بشم، بچه‌هام رو تربیت کنم. من در عین حال همسایمون خیلی انسان پاکی هست، خانواده خوبی هستند، اینا یه دختر مونده دارن. من همین دخترشون رو بگیرم، اینو کسی به فکر اینا نیست. خب من عموم آدم خیلی خوبی هست و دختر عمو هم یک مشکلی داره، پاش کم لنگه فلانه، کسی به دختر عمو من توجه نخواهد کرد اگر من نگرفتمش. یک ارزش هایی در ذهن من هست. وقتی که اگر من بر مبنای این ارزش ها ازدواج کردم، این ازدواج هرگز شکست نخواهد خورد. برای چی؟ چرا؟ چون که من دارم میرم برای ادای یک عبادت. من چیکار کردم؟ در واقع اومدم ازدواج رو خودش رو یه ارزش کردم. هست ازدواج یک عبادته. یه عبادته، اما شبیه یه عبادت نیست. طرف من الان برام ازدواج شد مثل نماز خوندن. میرم مسجد نماز میخونم، هوا سرد بشه میرم، هوا گرم بشه میرم، مسجد کولر داشته باشه میرم، نداشته باشه میرم، زمینش فرش داشته باشه میرم، زمین خاکریز گذاشته باشم بازم میرم. هدف من رسیدن به نماز جماعت هست. مردم چی میگن برام مهم نیست. ظروف و موقعیت چطوریه برام مهم نیست. این ازدواجی هست که زن و شوهر برای همند. فقیر باشن زن و شوهرن، پولدار باشن هم زن و شوهرن، یکیشون مریض بشه زن و شوهرن، پیر و افتاده شدن با هم زن و شوهرن، در همه سفر رفت شوهر با هر وضعیتی زن و شوهرن، تو ایران جاشون دادن زن و شوهرن، ندادن رفتن افغانستان بازم زن و شوهرن. چون این دوتا بر مبنای یک سری ارزش‌های با هم ازدواج کردن که پیوسته اون ارزش‌ها پابرجاست. این ارزش‌های پابرجا اونها رو به هم میدوزه. هر چه اینور و اونور بشه هیچ بها نداره براشون. چه ارزش نداره که آقا چه فلانی چی گفت. برادر من با برادر خانمم دعوا داره، دعوا داشته باشن، سر هم دیگه رو بشکنن، به من چه؟ زندگی من یه معیار دیگه داره. من زندگیم رو چیکار کردم؟ اومدم ارزشی کردم زندگیم رو.
اومدم یه قانون الهی رو یاد گرفتم که خداوند متعال به من گفت من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن. کسی که کارای نیک انجام میده، چه مرد باشه چه زن باشه و مؤمن هست، فلنحینه حیاتا طیبه، ما به اون ارزانی خواهیم داد حتما زندگی نیکی و صالحی. با تأکید حتما این صورت میگیره، امکان نداره که غیر از این صورت بگیره. یه فرمول دیگه، فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. هر کسی که در سیستم الهی حرکت کرد، راه خدا رو گرفت، امکان نداره که اون بدبخت و نیگونبخت بشه. این مسیر رو من انتخاب کردم، بر مبنای این مسیر دارم حرکت میکنم، رفتارم، سلوکم، کردارام همش جهت‌دهی میشه. یک مصدر قدرتی من رو جهت‌دهی میکنه. این زندگی یه زندگی پایدار میشه، یه زندگی هست که دیگه اینجا دعوا میشه، بله دعوا میشه، خستگی ها میشه تو زندگی، اما بعد از هر موردی چون در داخل این زندگی خودش چون یه عبادت هست، جزر و مد در زندگی انسان به وجود میاد، خستگی به وجود میاد، نمیدونم ناراحتی ها به وجود میاد، در مقابل ناراحتی ها بخش و عفو و درگذشت هست، در مقابل سختی ها همین تلاش و اینی که من دارم عبادت میکنم و لقمه رو میذاری تو دهن خانمت عبادت هست، هم بستر میشی با خانمت عبادت هست، لبخندت برای خانمت عبادت هست، کل زندگی میشه عبادت. الان در این فضا این یه چیزی به وجود میاد که اون رو خداوند به وجود میاره. خداوند متعال ما رو زن و مرد آفرید، خب بعد چی فرمودن؟ و جعل بینکم مودة و رحمه. یعنی مرحله زندگی اومد یک نیازی، نیاز فطری اونا رو به حرکت در آورد، اینا اومدن بر مبنای ارزش‌های الهی اومدن ازدواج کردن. ازدواجشون چه بود؟ دو تا بیگانه‌ای که نباید به هم دیگه نگاه می‌کردن اومدن شدن مال همدیگه، اومدن در تعبیر الهی لباس همدیگه شدن، یعنی پوشش همدیگه شدن، غیرت همدیگه شدن، عفت همدیگه شدن. رابطهشون اینقدر عمیق شد که این رابطه از رابطه تک تک آحادی این دو فرد با خانواده هاشون عمیق‌تره. دو تا عنصر کاملا بیگانه از هم. بر چه مبنایی؟ بر مبنای یک وثیقه‌ای که در مقابل خداوند امضا کردن. مرد اومد وثیقه را امضا کرد، همون عقد، که من این زن رو خوشبخت خواهم کرد بیاری الله تعالی، و دختر هم امضا کرد که من بیاری الله تعالی این مرد رو خوشبخت خواهم کرد. الان هر یکی از این دوتا حقوقی داره، مسئولیت هایی داره، اما در عقد چی رو گرفت؟ مسئولیت ها رو امضا کرد، نه حقوق رو. من این وظایف رو انجام میدم، ولی اینکه اون کوتاهی هم در وظایفش داشته باشه من کارم. من مسئولیت هایی دارم، حقوقی دارم، طرف حقوق من رو نداد، حقوق من مسئولیت های اونه. من مسئولیت خودم رو انجام میدم، کارم به مسئولیت اون نیست. اون مسئول کار خودش، اون مسئول کار خودش. اون هم باید فکرش باشه، مرد فکرش این است که من مسئولیت خودم رو انجام میدم. کوتاهی زن سبب کوتاهی من نخواهد، اصلا کوتاهی من رو توجیه نمیکنه. کوتاهی مرد کوتاهی زن رو توجیه نمیکنه، چون اون یک قرارداد برای خودش داره، من قراردادی برای خودم. ما در بین همدیگه قرارداد نداریم. اگه ما با همدیگه قرارداد می‌داشتیم، هر دو تا پسر، آقا پسر و خانومی تو خیابونا از دیگه همدیگه خوش اومد، چشمک بزن برو، قرارداد شد بین همدیگه. نه، قرارداد با خداست، خالق. خب الان این زندگی که بر این مبنا
صورت میگیره نتیجهش میشه مودة و رحمه. اینجا اگر جناب دکتر روی بحث زندگی ارزشی توقفی داشته باشیم، تا اینجا فرمودید که اگر زندگی شروعش بر مبنای یک سری ارزش‌ها و باورها باشه، میشه به این زندگی امیدوار بود که بشه در این زندگی عشق رو تجربه کرد، اون هم به شکل مستمر و جاویدانش. اما چه ملاک‌ها و معیارهایی رو من این فرد نوعی در زندگی مد نظرم باشه تا بتونم این زندگی رو تجربه بکنم و به این درجه برسم؟ اگه اجازه بدید بعد از میان برنامه ان شاءالله باز پاسخ شما رو خواهیم شنید. به همراه شما بینندگان عزیز برمیگردیم. بعد از میان برنامه در خدمت جناب دکتر خواهیم بود با ادامه این موضوع که چطور میشه اصلا این زندگی ارزشی رو به وجود آورد وقتی که عشق جاویدان در چنین زندگی است. من نوعی چطور از کجا شروع بکنم، چه معیارها و ملاک‌های مهمه تا من به این زندگی ارزشی برسم و باز بعد صحبت خواهیم کرد چگونه وقتی رسیدم این رو استمرارش بدم. برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و از نشانه‌های اوست که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میانتان مهر و دوستی قرار داد. بیگمان در این امر نشانه‌ای برای اندیشمندان وجود دارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با موضوع بسیار مهم عشق جاویدان در زندگی مشترک. و جناب دکتر در بخش اول برنامه اشاره فرمودند که
در یک زندگی وقتی میشه به دنبال یک عشق ماندگار و جاویدان گشت که اون زندگی بر مبنای یک سری ارزش‌ها بنا بشه و هدف از زندگی مشخص باشه و چرایی زندگی برای زن و شوهر تعریف شده باشه و انسان بدونه که اصلا برای چی زندگی میکنه و چرا ازدواج کرده و هدف این نباشه که انسان بنا به غریزه جنسی و شهوانی که داره به دنبال این باشه که فقط یک فضایی پیدا بکنه تا این غریزه رو دفعش بکنه. گرچه در بحث ازدواج این مقوله هم مورد نظر هست و مطرح هست، اما همه چیز این نیست و وقتی که تمام زندگی این باشه دیگه مشخصه که هر وقتی که انسان این غریزش برآورده شد دیگه اون موقع تنوعی براش نداره زندگی و هدف دیگری در زندگی نداره و نمیدونه که چیکار باید بکنه و همینه که مشکلاتی هم پیش خواهد اومد. ارزشی بودن زندگی ما و ازدواج ما که اگر ما بتونیم یک ازدواج ارزشی داشته باشیم بر اساس معیارهایی و بر اساس ارزش‌های زندگی رو بنا بکنیم میتونه ضمانت بکنه عشق جاودان در زندگی ما رو و راهی دیگه غیر از این نیست. تجربه نشون میده، یعنی ما حالا هر چقدر هم بیایم و سرمون رو به مانند کپکی لای برف بکنیم نمیتونیم حقیقت رو انکار بکنیم که اگر کسی در زندگی موفق بوده، هر کسی از زندگی‌های موفقی که اطراف ما هستن اگر نگاه بیاندازیم فلانی و فلانی مثلا چندین سال از زندگیشون گذشته انگار کمین دوری نامزدیشونه هنوز و خیلی از این صحبت‌ها میشه فلانی نگاه کنید ماشاءالله چه زندگی خوبی داره، زن شوهر با هم خوبن و کمتر و نازکتر از گل به هم نمیگن، احترام دارن، محبت دارن، فرزنداشون همینطور. این زندگی بالاخره یک سری پشت صحنه‌هایی داره، یک سری سوال‌هایی رو پاسخ دادن برای خودشون قبل از ازدواج این دو نفر، اهدافی داشتن، یک سری اصولی برای زندگی خودشون دارن، یک سری ارزش‌هایی رو پایبندن و بالاخره اگر نمی بودن خب چطور زندگی کسانی که شاید خیلی خوشگل‌تر از اینان، خیلی پولدارتر از اینان، خیلی مدارک بالاتری از اینها دارن، خیلی در ظاهر باید بهتر می‌بود زندگیشون از این دو نفر، ولی این گونه نیست و مشکلات رو در زندگی دارن. درباره این موضوع با جناب دکتر بیشتر صحبت خواهیم کرد که چه کنیم تا به این زندگی ارزشی برسیم، معیارها و ملاک‌هایی که به ما کمک میکنه تا در انتخابمون برای یک زندگی ارزشی موفق باشیم چیست جناب دکتر؟ بعد سلام مجدد. خواهش میکنم، سلامت باشید. در جامعه متاسفانه بعضی از فرهنگ‌های وارداتی میاد فرهنگ‌های اصیل ما رو تحت شعاع قرار میده. در زندگی شهری مثلا و در محیط دانشگاهی دانشجوهای عزیز ما، افراد مختلف جامعه با دیدن فیلم‌های خارجی و نمیدونم حتی احیانا خوندن بعضی از کتاب‌های بعضی از جامعه شناسان خارجی و اینا میان یک مفکوره‌های غلط خلوطی رو باور میکنن در حالی که اینها در واقع داده‌های یک جامعه‌ای هست که خودش از هم گسیخته. اگر این غربی که میاد برای ما خط و نشان میکشه موفق میبود، خب چرا جامعه خودش دچار این مصیبت، دچار این معضله هاست؟ چرا ما جامعه قدیممون با این مشکلات با این حجم روبرو نبود؟ و این افرادی که فیلم هایی میسازند، سریال هایی میسازند، متاسفانه چون که اونجا یک مدیریت درست نیست، اینا یه ترشحات فکری و خیالاتی خودشون رو میان به عنوان یک وقایع و یک حقایقی در جامعه مطرح میکنند و مردم هم گول میخورن. کسی که مینویسه این سناریو حالا زندگی همین بازیگرا رو، زندگیشون سینما نمیدونم کارگردانا اینا رو ببینیم، میبینیم که تو زندگیشون چه افتضاحات اخلاقی و چه از همگسیختگی های خانوادگی باش دردسرن. خب با این دردسرها اونا درگیرن، اون وقت میان برای ما خط و نشان میکشن. اینه که ما وقتی میاییم ازدواج میکنیم، خب یک انگیزه درونی زین للناس حب و شهوات، خب این حب و محبت جنس یا این فطرت انسانی تمایل به جنس مخالف ما رو به حرکت در میاره، یک انگیزه به وجود میاره برای ازدواج. الان کیه که ازدواج میکنه؟ این شخص ها باید همدیگر رو
بشناسند که آیا مایی که داریم میخوایم ازدواج کنیم در ازدواج فلانی با فلانی ازدواج نمیکنه. باید این محیط جامعه رو، محیط خانوادگی رو در نظر بگیریم. آیا ما از سطح اجتماعی واحدی برقرار هستیم یا نه؟ آقا ما هر دوتامون تحصیل کرده ایم. به این تحصیل کرده هایی که خیلی پوز میدن به مدرکاشون هم بگم که 85% از طلاق‌های افراد تحصیل کرده و با مدرک بالاست. متاسفانه. یعنی چی؟ در حالی که انتظار میره از این گروه کمتر باشه. نه اصلا این گروه توی باغ نیستن. فکر میکنن که چون دکترای ریاضی فیزیک داره طرف، چون نمیدونم دکترای پزشکی داره و فلان داره، این دیگه همه کار است. نه، یک مسائل اجتماعی، یه مسائل روحی روانی، یه دنیای دیگه در واسه خودش داره. خب الان این این دو فرد باید ببینن که ما همسنگ هستیم یا نه. همسنگی یعنی چی؟ یعنی از چه محیط اجتماعی من برخواستم و ایشون از چه محیط اجتماعی برخواسته. تصور کنید ایشون از یک محیط مرفه اجتماعی است، شاهزاده است، دختر خانم هم خوشگره، اما چی؟ دختر روستایی، دختر کشاورز. خب شاهزاده اومد عاشق دختر کشاورز شد. مبنای عشق اینجا چیه؟ مبنای عشق ارزش نیست، اینجا خوشگلیه. پسرم کلیدش چشاشن. دختره این دنبال چی هست؟ دنبال یک نوع استقرار اجتماعی هست. دنبال این هم کلیدش هم چیه؟ گوشاشه. وعده وعیدایی که این میده، چون این میکنیم و چنان میکنیم و کجا میریم و خوشبخت میشی و فلان، این هم دنبال همین هست. خب اینا اومدن ازدواج کردن. ببینید چه اتفاقی میفته. اتفاقی میفته الان این خانواده روستایی پسر واسه خودشون نگرفتن، آقا بالا سر آوردن. پدر و مادر الان احساس نمیکنن که پسر دارن، احساس میکنن که یک رئیسی دارن بالا سرشون. این آقا پسره هم وقتی میره روستا و اونا رو میبینه در روزهای اول، چون نیاز داشت، خب یه نوع رفتاری دیگه داشت. الان نیازش برطرف شده، دختر مال خودش شده، الان از حرف بالا سر میزنه. آیا این قاعده استثنایی نداره؟ استثناء هستش، خیلی نادر هست. چه وقتی استثناء پیدا میکنه؟ وقتی که شما دوتا، نمیگم دوتا فرد، دوتا خانواده ایدئال داشته باشین. نه تنها دوتا فرد، چون که اینجا این تنها نیست. الان خانواده این پدر مادر این پسر برای خودشون دختر نگرفتن، برای فرزندشون کلفت گرفتن. این احساس رو دارن. طبیعتا. الان شما بگید که آقا نه، این دوتا فرد ایدئالن، این آقا پسره این مسائل اصلا براش مهم نیست و اصلا اون احساس شاهزادگی رو نداره و این دختر خانم هم اون حقارت و احساس کمتری رو نداره، اینا عزت نفسشون رو حفظ کردن. اما این کافی نیست. خانواده ها چی؟ ببینید اثر این رو بر فرزندان. تصور کنید که این خانواده رفتن روستا روز عید، این پسر بچه ها رفتن پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ روستایی. اونجا تو روستا بوده، با خاک هم بازی کردن، تو باغ رفتن، دستاشون پر گل و خاک هم شده. خب و یک فرهنگ روستایی رو، یه چیزاییشو ازش یاد گرفتن. بله. رفتار پدر بزرگ مادر بزرگ یا جمله بندی هاشون، تیکه کلمه هاشون. الان از روستا اومدن شهر پیش پدر بزرگ مادر بزرگ بالا کلاسشون. اینجا لحن سخن یه چیزی دیگه است، ادبیات گفتاری یه چیز دیگه است. اصلا ادبیات رفتاری هم شاید فهم خیلی. الان اینا که تو خاک اونجا بازی کردن و کیف کردن تو روستا، اینجا هم تو شهر اومدن با دست خاکی. مادر بزرگه این چه مسخره بازی، اینا رو چیه کردین؟ چقدر خودتون کسی کردین؟ این میکروبا و نمیدونم چی و فلان، اینا رو از کی یاد گرفتین؟ پسره میگه که اینو مادر بزرگ به ما یاد داده بود چطور گل بازی کنیم.
خب الان تصور کن که این دختر میشنوه که به مادرش داره اینجا توهین میشه. خب این انعکاس داره در این زندگی، بله. در فرزندان، در روابط. الان این پدر بزرگ و مادر بزرگ با این پدر بزرگ و مادر بزرگ چطور میخوان رابطه برقرار کنن؟ جوش نمیخورن با هم. ما نه تنها اینی که این دوتا باید همسنگ باشن، دوتا فرد از نظر اجتماعی، در عین حال باید انسجام خانوادگی هم وجود داشته باشه. این موضوع دوم. انسجام خانوادگی اگر بیشتر شرح بدید یعنی چی؟ انسجام خانوادگی رو ما مثلا بیایم از خداوند متعال در قضیه ازدواج وقتی که یه مقداری خطی میشن میگه که چیکار باید بکنی؟ برید آقا حکمون من اهلها و حکمون من اهلیه بگیرید. حکم من اهلیه و حکم من اهلها. یک کسی رو از خانواده آقا پسر با یک کسی از خانواده من خفتم شقاق بینهم. این خفتم شقاق بینهم. فبعثوا حکما من اهلیه و حکما من اهلیه. خب یعنی وقتی که اینا یه مقداری خروج جنگی میشه چیکار میکنه؟ دختر خانم میره شکایت. کجا میره؟ پیش خانواده خودش. نه، دختر خانم باید بره شکایت پیش کی؟ پیش مادر شوهرش که الان مادرشه. این کار اتفاق نمیفته. باید اینطوری اتفاق بیفته. خب اگر رفت پیش مادرش شکایت راه اشتباه رفته. خب میره پیش مادر دومش که همون مادر شوهرش باشه. میره که مامان جان این سلیمانی خیلی به من ظلم میکنه، اذیتم میکنه، فلان میکنه، به حرفم خیلی که سعی کردم بهش بفهمونم نمیخواد زیر بار نیاد. خب مادر منی، من پیش کی برم؟ و اون هم حرف تو رو حتما میگیره. سلیمانی باید کجا بره؟ سلیمانی میره پیش کی؟ پیش مادر خانومش. میره اونجا شکایت میکنه. الان چه اتفاقی میفته؟ انسجام اگر وجود داشته باشه. انسجام یعنی چی؟ یعنی همخوانی بین کی و کی؟ بین دوتا خانواده. خانواده من سلیمانی و خانومم. بله. الان چه اتفاقی میفته؟ دوتا مادر میشینن با هم. خواهر میدونی این پسر دخترها هنوز بچه‌ن، عقلشون نرسیده. من سلیمانی رو میام گوش رو میگیرم، چند تا بارش میکنم، شما هم دختر رو بگیر گوش رو بگیر، چند تا حرف بهش بزن که اینا برگردن سر زندگیشون این چیزا. خب بعد خب خوبه، بس من این کاری میکنم تو این کاری بکن، من اخ میکنم، خب بعد من یه چیزی میگم تو دستمو بگیر، من دستم. این با دوتا هم فکرن، همراهن، انسجام دارن. هدفشون اصلاح این مشکل بین فرزندان. پدر آقای سلیمانی میره پیش چی؟ پدر خانم آقای سلیمانی. این دوتا با هم میشینن، باز هم همین ماجرا. که حاج آقا میدونی چی شده؟ این بچه ها مثل این که هنوز بچه‌ن. خب اینا رو چیکارشون بکنیم؟ منم فکر کردم دیشب همین منو اذیت کرده بود که این بچه ها ما فکر کردیم بزرگ شده اما نه. خب بیا اینا رو من میارمشون اینجا، هرچی من میگم تو دست منو بگیر که نه اینا چی من میگم. خب انسجام وجود داره، قضیه حل میشه. تصور کنید که این انسجام وجود نداره. از ابتدای کار این خانواده ها نمیخواستن. در ازدواج دو تا خانواده‌اند ازدواج میکنن. این حرفی که بعضی از آقا پسرها میگن که مگه من میخوام مادرشو بگیرم یا پدرشو بگیرم که برم پیش اونا؟ من دخترها رو میخوام دختر هم راضی. من راضی اون راضی، خیلی معذرت میخوام گور بابای ناراضی. میگن خیلی میگن. چرا میگن؟ چون هنوز اینجاشو مشکل داره. هنوز مفهوم زندگی رو نفهمیدن. این گور بابا کیه؟ بابا پدر بزرگ بچه هاته. بابا اگر ناراضی باشه یعنی چی؟ یعنی بچه ها عمو و عمه ندارن ها، پدر بزرگ ندارن ها. یعنی شما از محیط اجتماعی تردید. یه بچه همونطور که به پدر و مادر نیاز داره
همونطور به عمه نیاز داره، به عمو نیاز داره. اینا همه در محیط اجتماعی تعریف شدن، جایگاه خاص خودشون رو دارن. خب الان اینا انسجام ندارن. این انسجام از کجا میشه تشخیص داد که هست یا نیست؟ از ابتدای کار خانواده راضی ان با این ازدواج یا نه؟ خب بعضی وقتا راضی هستن اما بعدا مشکل ایجاد میشه. راضی که اگر از ابتدای کار راضی بودن، مشکلاتی که پیش میاد این مشکلات قابل حله. اما اگر از ابتدا مشکل داشتن بعدش راضی شدن، هر آن شیطان دیگه اینا رو شکننده از دیگه. بابا اینا رو ما از روز اول بهت گفتم این دختر برات تو نیست، حرف گوش کردی؟ بابا تو راضی شدی؟ من که راضی شدم؟ اینقدر پا پیچم کردی که خب مجبور شدم دیگه. اما نه، اگر بابا شما خودتون انتخاب کردی، شما من اومدم فقط یه پیشنهاد دادم، شما اینجاست که دیگه جایی برای فرار ندارن. پس اولین قدم همسنگه، دومین انسجام خانوادگی. انسجام خانوادگی. بعدی مورد بعدیش اینه که این فرد بتونه این زندگی رو بچرخونه، توان اقتصادیش رو داشته باشه. در چه حد؟ در حد اینی که در کمترین حد، و این کمترین حد رو در ازدواج‌های اول به خصوص، در ازدواج‌های اول این مادیات نباید محور باشه. ازدواج‌های اول یعنی چی؟ یعنی جوونی که میخواد ازدواج اولش رو بکنه، یعنی تازه اوایل زندگی هست، اون تصوراتی که خانواده احیانا زن دارن که میخوان که دختر از محیط خانوادگی، محیط پدری، از خانه پدری بره در خانه‌ای مثل خانه پدری با همون امکانات. حالا یادشون میره که این خانه پدری عرق پیشانی پدری هست که 30 سال جون کنده تا رسیده به اینجا. و این یه پدر دیگه ای هست که از صفر داره شروع میکنه. اینو باید همشون، حالا میخوان این سطح زندگی باشه، بیان کمک کنن این سطح زندگی رو بسازن. این نکته خیلی مهمه اشاره فرمودید جناب دکتر که خیلی ها، حتی خود شاید عروس دامادایی که تازه ازدواج کردن هم این موضوع رو زیاد روش فکر نمیکنن و جدی نمیگیرن. موضوع این که منی که خودم رو دارم مقایسه میکنم با برادرم که 10-15 سال ازدواج کرده، یا خواهرم که 20 سال ازدواج کرده، یا پدر و مادر و فلان و فلان، خب من اونا هم 20 سال پیش 15 سال پیش و زندگیشون خیلی پایین‌تر از اون چیزی بود که الان من شروع کردم. دقیقاً. نه، این یک معضلات اجتماعی هست که باز بالاتر از افراد هست. حالا طرف درسش رو خونده، از همه امکانات و همه آگاهی‌ها و همه چیز برابره، اما چی؟ بیکاره. حالا این بیکارش کارش باید بکنیم، نیاز به ازدواج داره. بله. خب خانواده‌ها، وظیفه خانواده‌ها در این میان چی هست؟ اگر نیان اینو ازدواجش بدن، بابا جان بیا ازدواجت میدیم، بعد از اون دنبال کارم میگردیم. بابا من 2 ساله که دنبال کار میگردم، کار گیرم نیومده. خب حالا چی؟ میخوای تو آخر عمرت ازدواج نکنی، دنبال کار بگردیم؟ این وقتی که کسی به خاطر اینکه دستش خالیه خودش نمیخواد ازدواج کنه، یا افراد اطرافیان میگن که اول باید کار پیدا کنه. ببینید ما باید این مسئله رو خوب به خورد خودمون بدیم. اینجا چی اتفاقی داره میفته؟ اینجا ما یک جوونی داریم که در تعبیر قرآن کریم این جوون اسمش هست جوون لخت، جوون اوریان، بی همسر، بی لباس. لکم و انتم لباس لهن. الله تعالی میفرماید همسر شما لباس شماست. شما الان یک انسانی دیدید که لباس نداره و در عین حال دنبال کار هم هست. الان اولین کاری که میکنی چیکار است؟ میپوشونیش یا میری دنبال کار واسش؟ طبیعتاً اولویت برای اینه که اول لباس تنش کنه. یا لباسی تنش کن که بتونه حداقل بره کار پیدا کنه. با این لباس که الان لباس ازدواج که کرد، اون فرد خودش ببین در انسان قدرت‌های بسیار زیادی هست. وقتی که من ازدواج نکردم دنبال کار بودم، اما با یک بینش دیگه دنبال کار بودم که من دکترا گرفتم، این کار در شأن من نیست، به کلاس من نمیخوانم، این کار خوبی هست، اما این مرده که
مدیر کار اصلا شکلش با آدما نمیخوره، دیپلم هم نداره. دیپلم هم نداره، میخواد که رو من حکومت کنه. خب اما چرا؟ چون که من یک سرپناه دارم، خیالم جمعه جمعه رفتم خونه، نفسم از جای گرم میاد بیرون. اما وقتی که مسئول میشم پدرم خب خرجی منو میداد، الان دیگه نمیده. الان خرجی منو هم بده، خرجی همسرم هم بده، اصلا به جوون به غرورش بر میخوره. الان میره کارگری هم میکنه. کار عبارت از یک چیزی شروع کردنه، آغازه. طرف از صفر آغاز میکنه، 10 سال بعد میرسه به همون تاپی که انتظارش رو داشت یا در فکرش بود. اما تا از صفر شروع نکنه که اونجا نمیرسه. بزرگترین کارها با قدم اول آغاز میشه. خب این قدم اول رو ما باید این قضیه اقتصاد و توانی رو اینو زیاد بها بهش نمیدیم، بیشتر بها به چی میدیم؟ همت خود فرد. به همت خانواده ها. خانواده ها میان و این چرخه رو میچرخونن، کمکش میکنن، یه کمکی میکنند از این. حالا میگید که پدرش در توانش نیست، پدر خانم در توان نیست. آخه این 5 تا 6 تا عمو اینجا برق چغندرن، یا به 7 تا 8 تا نمیدونم خاله دایی هر جا پوز میدن که ما دایی خاله دایی هستیم. اینو چی کارن؟ این طرف آینده کل فامیله. این طرف یعنی چی؟ اینی که برای این دایی و خاله و عمو و نمیدونم اینا چه وضعیتی داره؟ این طرف پسر عموی بچه هاشونه، پسر دایی بچه هاشونه، برادر بچه هاشونه، فردا در نیازها این کنارشونه. وقتی شما در یک محیط جامعه رو، خانواده ها رو با هم انسجام میدید، خانواده ها قدرت میگیرن. یکی میفته 10 نفر جمعش میکنن. اما که این به وجود میاد وقتی که خودخواهی ها بر کنار. حالا این مورد رو زیاد روش فشار نباید بیاریم، هم دستی باشه، هم یاری باشه. دختری مونده، همه یه دختری. ببینید ما اینجا تو برنامه سفره دل هستیم، خانم ها و آقایونی که با ما در تماس هستن، ما داریم احساس دردشون رو میکنیم. باشون کنار میاییم، وقت میذاریم براشون، باشون میذاریم حرف بزنن. یه دختر خانمی دیروز بود تقریبا 1.5 ساعت حرف میزن. خب بعد میگفت که آقا دکتر شما چقدر حرف من گوش میکنید؟ بیکارید. گفتن نه من کار خودم رو انجام میدم، اما شما، چون من میدونم این نیاز به حرف زدن داره، نه نیاز به حل. خب اینو هم باید آقایون بدونن که وقتی یه زنی میخواد حرف بزنه، این یه مشکلی رو داره طرح میکنه، از شما جواب نمیخواد، از شما حل نمیخواد. بیاید این مشکلشو حل کنید. یک گوش ملی میخواد، یک گوش ملی میخواد که هی بشنوه و بهش احساس بدید که داری میشنوید. خیلی بد شده، این چرا خوب میشه؟ نرود پی به تفسیر، بذار حرفشو بزنه راحت بشه. وقتی میاد از شوهر شکایت میکنه، از وضع زندگی شکایت میکنه، از بچه‌ها شکایت میکنه، نمیخواد که تو بچه رو صدا بزنی یکی بذاری تو زیر گوشش. نه، اون میخواد فقط بگه راحت بشه. یه بار منفی جمع شده، این رو میخواد تخلیه کنه. یه مورد دیگه هم که هست اینه که اینا هم مبنا باشن. هم مبنایی یعنی چی؟ یعنی هم فکر باشن، هم دین و هم مذهب باشن. اگر تمایلات سیاسی داشتن، هر دوتاشون یا افراطی باشن یا هر دوتاشون چپی باشن یا راستی باشن یا میانه باشن. اینی که چرا؟ چون که این مسائل فکری و خصوص مسائلی که مربوط هست به دیانت و مذهب و اعتقادات، اینو ما در ایران زیاد داریم که آیه شیعه میاد زن سنی بگیره، سنی زن شیعه بگیره. روزای اول جوانای ما این رو احساس نمی کنن. چرا؟ چون که یک انگیزه اینها رو به حرکت در آورده که همون انگیزه نیاز جنسی باشه. خب حالا این انگیزه اونا رو به حرکت در آورد، ازدواج کردن. بعدش ببینید عزیزان، اولین ازدواج شما نیست. آدم عاقل اونیه که از زندگی دیگران عبرت بگیره، نه اینکه خودش عبرت بشه برای دیگران. خب
چقدر از افرادی هستند که پیش از شما تجربه مشابهی رو داشتن، آخرش به کجا رسیدن؟ بچه هاشون کجا؟ چقدر از افرادی رو ما داریم که بعد از این که بچه ها شدن، حالا بچه ها چی هن؟ شیعه هن یا سنی؟ مادره میگه سنی، پدره میگه شیعه. خانواده بانداری چیز، خانواده پدر یک چیز. بعد دعوا و از هم جدا میشن، بچه ها نمیشن شیعه نمیشن سنی، میشن تریاکی. حالا وقتی کسی میگه من عاشق شدم، اتفاقا یکی از پیام‌هایمون هم همین بود. یکی از پیام‌های بینندگان عزیز اینه که من عاشق دختری شدم و مذهبشون فرق میکنه. الان عاشق شده دیگه، خب چیکارش کنید؟ الان این باید اول این رو بگن که عاشق نشدن، دو تا گرسنه‌اند، خب دیگه به هر حال نیاز دارن و این نیاز فوران کرده، فکر میکنن عاشق شدن. این دوتا باید بیان بشینن تحقیق کنن. در چی؟ در انتخاب دینشون که آقا من این دینی که دارم این دین نیست، این یک میراثه. خب اگر میراث نمی بود اینا میتونستن همدیگه رو عوض کنن، میتونستن با هم بشینن و ببینن که ماجرا از کجاست. آقا تو شیعه نیستی، تو در یک خانواده‌ای متولد شدی که اون خانواده میگه من شیعه. تو هم سنی نیستی، تو در یک خانواده‌ای متولد شدی که ادعا میکنن سنی هن. الان بیایید شما هر دو تاتون، سنی و شیعه یکی نیست. قرآنی که اومد نگفت من سنی هم نه شیعه هم، قرآن و پیامبرش یک دستورالعمل هایی گذاشتن. شما بیایید تحقیق کنید، هر دوتاتون باید با عقل و منطق یک دین رو انتخاب کنید، نه اون دینی که طرف مقابل چی میخواد، چون من اونو میخوام در نتیجه دینش رو میخوام. خب این خودم رو میتونم گول بزنم، شوهر رو یا آقا پسر رو یا دختر رو میتونم گول بزنم، اما آینده رو نمیتونم گول بزنم. آینده یک واقعیت هست. خب در مقابل اون واقعیت من چه خواهم کرد؟ اینه که این دوتا بیان انتخابشون رو درست کنن. اول انتخاب دینشون رو، بعد از این اگر بر یک دین قناعت کردن، اتفاق کردن، بعد از اون مسئله ازدواج مطرح میشه و الا از ابتدای کار مطرح نباید بشه. چون که من یک خط دارم، شما یک خط دیگه، ما چطور میتونیم تو یه مسیر رو با هم حرکت کنیم؟ خب حرکت کردیم، این حرکت عواقب بعدیشو داره. قطار زندگی رو ریلی که دو تا خط موازی نباشه راه نمیره. دقیقاً از مسیر منحرف میشه. این دو تا ریل، دو تا مسیر فقط من و اون هم نیستیم. خانواده ها هم هستن. این خانواده هایی که انسجام دیانتی ندارند، انسجام اخلاقی ندارند، انسجام اجتماعی ندارند، هم سنگ نیستن، هم مبنا نیستن، اینها برای ما مشکل ساز هستن. مگر اینی که من اومدم یک دینی رو انتخاب کردم، اومد تحقیق کرد، گفت آقا من میدونستم که اصلا ما طرف، به خصوص در کشور ما، من میگم که در ایران ما چیزی به نام شیعه نداریم. چرا؟ اون چیزی که در ایران هست یک وهم هست. فرهنگ این زمین فرهنگ اسلامی نوین عمیق هست. تمام این تاریخش اسلام بوده. یه ابر تابستانی اومده ترق کرده به نام صفویت. این صفویت که اومده با یه فرهنگ جدید که این رو اسمش رو گذاشته تشیع. این تشیع اصلا عمق نداره، عمق ریشه فرهنگی توی این خاک نداره. یه روزی برچیده میشه. همین آقایی که مثلا میگه که من شیعه‌ام، آقا اسمت کیه؟ میگه کلبلی. اسم بابات کیه؟ مشعلی. خب اسم بابا بزرگت کیه؟ همینطور میره آخرش میره عثمان. چطور عثمان شد؟ جد هفتمه، جد نهمه چطور شد عمر؟ اصلا خیلی برام جالب بود وقتی آقای رفسنجانی روزی دعوا شده بود و به اصطلاح اینی که آقا شما با خامنه ای نمیدونم گرگ و شیر شدید و گرگومیش شدید و فلان، از این حرفا میگفت که چی؟ ایشون یارغار منن. فرهنگ ما فرهنگ اصیل اسلامی است.
تو که اصلا یارغار رو قبول نداری، چطور میگی که یارغار؟ تو نه پیامبرش رو قبول داشتی نه ابوبکرش رو. الان که میگه نه ما چون این عمق فرهنگی ماست، یه مقدار تحقیق کنن به نتیجه درست میرسن. الان که به نتیجه درست رسن، این دوتا باید اینجا تصمیم بگیرن، چون که بعد از این یه مشکل دیگه هنوز هست، مشکل خانواده ها. باید بشینن با خانواده ها رو قناعت بدن. اگر خانواده ها برگشتن همشون شدن یه مذهب، خب قضیه حله. الان اینجا یک ازدواجی صورت میگیره، ازدواج ارزشی از نوع بسیار خوبش. اگه نشد اینا باید تصمیم خودشون رو بگیرن که ما الان برای بچه هامون خب این مسیری رو که ما با هم انتخاب کردیم، پس اینو باید در نظر داشته باشیم که ما یه خانواده خواهیم داشت، بچه هامون یه پدر بزرگ و مادر بزرگ خواهند داشت، یکی دیگهش تنها اسمن وجود خواهد داشت اما فرهنگن، اما از نظر فرهنگی، نه از نظر انسجام اخلاقی و عاطفی و اینا، این باید دورش رو خط بکشن و الا موفق نخواهند شد. جناب دکتر اگه اجازه بدید، ما چون سوال‌های زیادی هست، ما درباره زندگی ارزشی شما نکات مهم اشاره فرمودید، بحث همسنگی، بحث انسجام خانوادگی، بحث این که بتونن حداقل زندگی خودشون رو بچرخونن و موضوع بحث هم مبنا بودن، حالا با تعبیر اعتقاد و باور و کنش سیاسی و جهتی که دارن یکی باشه که بتونن با هم دیگه کنار بیان. حالا اینا نکاتی هست که شما اشاره فرمودید که مهم هست برای اینکه ما یک شروع خوب داشته باشیم و برای یک زندگی ارزشی که این زندگی ارزشی برای ما ضمانت خواهد کرد ان شاء الله موضوع بحث عشق جاویدان داشته باشیم. به همین قدر فعلا همینجا بحث رو اجازه بدید نگه داریم و ان شاء الله قولی ببینندگان بدیم اگر لقا و بقا مقدر بود که ان شاء الله ادامه موضوع که چیکار کنیم باز این عشق ادامه پیدا بکنه بعد از زندگی. حالا ما تنوز قبل از زندگی بود بحثمون، قبل از شروع زندگی مشترک، و چگونه میشه عشق جاویدان رو در زندگی مشترک ادامه داد بعد از ازدواج. ان شاء الله بعد از یک میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. من مقدار زبونم میگیره امروز، نوک زبونم یک آفت زده و معذرت میخوام از عزیزان اگر در تلفظ برخی از حروف من دچار مشکل شدم. آفتی شده بودین؟ یک دانه کوچیک اذیتم میکنه. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود ان شاء الله با سوالهای شما عزیزان و پاسخ به سوالهای شما و ادامه موضوع رو میذاریم برای برنامه بعد. همراه ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به پایان عده خویش رسیدند، اگر سازش پسندیده‌ای بین آنان و شوهران قبلی آنان برقرار شد، مانع ازدواجشان با یکدیگر نشوید. از میان شما کسانی از این حکم پند میگیرند که به الله و رستاخیز ایمان دارند، این برای شما بهتر و پاکیزه تر است و الله میداند و شما نمیدانید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران عزیز. در بخش پایانی برنامه با شما عزیزان خواهیم بود و پاسخ به سوالها و پیام‌هایی که از طرف شما عزیزان به دست ما رسیده. قبل از اینکه به پاسخ پیام‌های شما عزیزان بپردازم، قابل ذکر خواهد بود و یادآوری بکنم که شما عزیزان می توانید سوالها و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون در موضوع سفره دل و موضوعات مرتبطی که در کل برنامه‌های گذشته ما مطرح شده رو با ما در میان بگذارید از طریق SMS برنامه، SMS شبکه جانب سوال حق که پیوسته اون گوشه تصویر پایین نوشته میشه و همچنین از طریق تلگرام، از طریق واتساپ و از طریق فیسبوک صفحه سفره دل و از طریق صفحه فیسبوک سفره دل و همچنین راه‌های مختلفی که برای شما عزیزان تدارک دیده شده برای ارتباط با شبکه جانب سوال حق. جناب دکتر، اولین سوال رو مطرح بکنیم. خواهری فرمودند که من دختری هستم 28 ساله، زن دوم یک آقایی شدم. شوهرم به مامانش خبر نداده که زن دیگه‌ای تو زندگیش هست. هر بارم بهش میگم بهشون خبر بده میگه که نه، هر وقت ازدواج کردیم بعد میخوام خبر بدم، کمک کنید که من چیکار بکنم. ظاهرا ایشون در دوره نامزدی باید باشن چون گفتن هر وقت ازدواج کردیم. پس الان که نامزد شدن، ایشون رو قبول کردن، خانوادهشون هم قبول کردن، نصف ماجرا حله. مونده نصف دوم ماجرا. شاید خانواده خبر ندارن. خانواده خودش اگر خانواده آقا که احتمال خبر شاید آقا خانواده آقا خبر ندارن. اگر خانواده خودشون خبر ندارن که این اصلا ازدواج صورت نگرفته. مشکل داره. اما اگر خانواده خودش راضی هستن، خودش راضی هست، مثلا شوهرش هم راضی هست، مونده که خانواده شوهر. خانواده شوهر باید در جریان باشند. ازدواج ها باید زیر نور آفتاب به وقوع بپیونده. حالا چون که ازدواج دوم هست، شوهر یک نوع دلهره‌ای داره، بافت اجتماعی یا فرهنگی جامعه هنوز ساخته نشده، اینجاست که اینا باید یه ترفندایی رو به کار بگیرن. شوهر باید یه ترفندایی رو به کار بگیره، حداقلش مادر یا پدر یا هر دوتا رو راضی کنه و ازدواج صورت بگیره. هیچ ایرادی نداره. خانم اولش اگر اطلاع نداشته باشه، خیلی از خویش‌ها اگر اطلاع نداشته باشه، اونایی که مثلا میتونن خاک اندازی کنن اینا، اونا رو هیچ نیازی نیست اطلاع بدن. ازدواج صورت بگیره با در میان گذاشتن بیشترین نیرویی که امکان داره که راضی بشه، امکان داره که ممانعتی ایجاد نکنند. هرچه این کفه ترازو سنگین‌تر باشه، مادر باشه مثلا، پدر هم باشه یا خاله، عمه، چند نفر باشن، این بعد از اون که قضیه رو میشه و همه چی اینا کار از کار گذشته، بقیه هم فقط یه تشری میزنن که چرا ما رو اطلاع ندادی، که این مسائل حل میشه، زیاد سخت نگیرن انشاءالله. بیننده دیگری فرمودن که سلام، خسته نباشید. علیکم السلام. زنی هستم که شوهرم به من خیانت کرده، با زن دیگری رابطه داشته، چند بارم باهاش دعوا کردم اما دست بردار نیست. من چی کار میتونم بکنم؟ لطفا منو راهنمایی کنید. دعوا راه حل نیست. طرف یه مشکلی داره، بله خیلی گناه بزرگی هست، اما خیانت در حق شما نیست، خیانت در حق الله تعالی است، گناه کبیره‌ای داره انجام میده. الان شما باید نجاتش بدین. کار این نیست که دعواش کنی، کار اینه که باید یه زنی باشی که اون رو کاملا خنثیش کنی، دیگه نذاری که اون نیاز به یه زن دیگه داشته باشه یا توان این رو داشته باشه که به فکر یک زن دیگه باشه. ببینید میشه شما بگید که آقا من حداقل من توانش رو ندارم. قضیه اینجور نیست. قضیه اینه که من آقای سلیمانی داریم میریم یه سفر، بله، مسافریم، با هم داریم حرکت میکنیم. خب من آدم شکمو هستم، 3 بار غذا میخورم، آقای سلیمانی یه بار میخوره، سیره. اما اگر آقای سلیمانی یه صبح با هم خوردیم که با من خورد، ظهر نمیخواد بخوره، خب گناه من چیه؟ خب باید یه رستورانی که من میخوام باید بشینه کنارم، باید چپ چپ بزنه بخوره دیگه. حالا خب همسفری یعنی همین. همسفری یعنی همین. شوهر نیاز داره، حالا این نیازش رو باید کاملا برآورده کنی تا دیگه نیاز به غیر از تو نداشته باشی. جزاکم الله خیر. بیننده
دیگری هم فرمودن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام خاص داشتن خدمت شما جناب دکتر عزیز و فرمودن که شما همیشه میگید با همسرتون خوش رفتاری کنید و خوب حرف بزنید، ولی وقتی من همینطور رفتار میکنم شوهرم بد رفتاری میکنه و وقتی باشون بد حرف میزنم اون خوب رفتاری میکنه، ولی من میخوام وقتی با اون خوب میشم اونم خوب بشه. بی زحمت بگید من چیکار بکنم، چاره چیست؟ خواهش میکنم که جواب بدید چون برام خیلی مهمه. اولا اینه که شما بد رفتاری ایشون هرگز بد رفتاری شما رو توجیه نمیکنه که من بد رفتاری میکنم اون خوش رفتاری میکنه. نه، اول اینه که اون بد رفتاری میکنه، سوال اول ایناست آیا با همه بد رفتاره؟ با همه کجدهنه؟ یا فقط با شما؟ اگر با شماست، اگر با کل جامعه میفهمن که آقا بد زبانه، خب این عادتشه، این اخلاقشه. اما نه، با همه خوبه، با شما مشکل داره، پس این معناش اینه که اون از یه چیزی ناراحته، از یه چیزی میخواد انتقام بگیره. این یه شیوه اعتراض هست، بیان اعتراض به یک شیوه برای خودش انتخاب کرده. شما ببین که مشکلش کجاست و چی میخوای از شوهرت. محبت میخوای؟ احترام میخوای؟ نمیدونم خوش اخلاقی میخوای؟ قانونش اینه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به اون چیز خوبی که میخواید برسید نمیرسید مگر اونی که انفاق کنید، ببخشید، از همون چیزی که میخواید. احترام میخوای، اینقدر بهش احترام بده، بذار اون بی احترامی بکنه. شما احترام بده تا آخرش مجبور میشه، تسلیم میشه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نهایت خوبی میاره. اما اینی که بگی که نه من بد رفتاری میکنم اون خوب میشه، نه اون خوب نمیشه، اون یک مقداری تنازل میکنه، باز سر وقتش باز انتقامش رو میگیره. پس شما فقط و فقط خوبی کن و وظیفه شما در این زندگی خوشبخت کردن این مرده. خوشبختش کن و هیچ کاری نباشه که اون چی میگه. ببین بعضی چیزا از به خصوص در زندگی زناشویی فحش وجود نداره. اون خانم یا آقایی که میگه که شوهرم به من فحش میده حرف الکی داره میزنه. یه باد یه هوایی از شکمش میاد بیرون، هیچ معنی نداره. فحش یعنی چی میخواد بهت بگه؟ فحش در فضایی که شما مال هم دیگه اید. خب شما اومدید اصلا لباستون رو در مقابل هم کلا در آوردین، از اینو فحش بدتر. پس اینجا فحشی وجود نداره. دو تا گوش داری، یکی واسه شنفتن، یکی واسه بیرون ریختن. بذار وقتی که این فحش یا بدرفتاری یا بددهنی در شما هیچ گونه تأثیری نکرد، اون خود به خود رهاش میکنه. اون به خاطر چه فحش داد؟ به خاطر چه بددهنی کرد؟ به خاطر اینی که شما رو تحریک کنه، میخواد که از شما انتقام بگیره. خب یه فردی هست اگر شما روش آب بریزی داد فریاد میکنه، تا شما بخواید اذیتش کنید آب میریزید. یه فرد دیگه هست شما هرچی آب بریزید هیچ انگار نگاه توجه نمیکنه، خیلی هم خوشحال میشه. خب میفهمید دیگه با آب ریختن نمیتونه به هدفش بره، نمیریزه. ممنونم. همچنین ما در همین موضوع باز خواهر دیگری پیام دادن که 12 سال ازدواج کردم، بازم تو این مدت از شوهرم میترسم. بعد از 12 سال باش راحت نیستم، دست به زن داره، فحش میده به مادر خواهرم و بفهمید چیکار کنم. شبیه همین رو باز خواهر دیگری فرمودن من 4 سال ازدواج کردم، سال اول ازدواج خیلی شوهرم بهتر بود، ولی توی 2 سالی که رفت اخلاقش 2 سال که رفت اخلاق شوهرم عوض شد، خیلی زود عصبانی میشه، اصلا هیچ احساسی نداره، اخلاقش هم اصلا دوست ندارم، خیلی بد دهنه، دعوام میکنه، هر وقتم دعوا میکنه پدر مادرم فحش میده، عصبانی میشه و منم شروع میکنم در مقابل بهش جواب میدم و اصلا هم حرفامون رو هم نمیره. من 23 سالمه، ایشون 21، من 21 ام، ایشون 23 سال. ببین عزیز جان، شما اولا هنوز همون حکایت خروس جنگی هست. اول این که میگی پدرم مادرمو فحش میده، اشتباه داره، تعبیرت اشتباهه. پدر مادر خودشو داره فحش میده. شما وقتی ازدواج کردی دیگه پدر مادر ایشون شدن پدر مادر شما، پدر مادر شما شدن پدر مادر ایشون. بله. خب الان طرف پدر مادر خودشو در واقع ازدواج فحش میده، به شما چی؟ وقتی شما واکنش نشون میدین یعنی اینی که شما اون رو تشویق میکنید، شما به اون میگید که این قضیه منو آزار میده، هر وقت خواستی منو آزار بدی با همین شیوه این کارو انجام بده. خب اما وقتی که اومد فحش داد به پدر مادر، شما هیچ
توجه نکردید گفتی فوش بده پدر مادر خودتم، به من چه؟ خب میدونه که این باعث آزار شما نمیشه، از این دست برمیداره. شما نقطه ضعف داری بهش میدی. اینی که میگی دست بزن داره، دست بزن داره چون که شما بهش اجازه دادید شما رو بزنه. در قضیه زناشویی باید این رو نگاه کنیم. ما درسته که مال هم دیگه شدیم، اما هر یکی از ما یک حد مرزای شخصیتی خودمون رو باید حفظ کنیم. بله. شما حق داری هر چی دلت بخواد بگی، حق داری غرغر کنی، اما من بهت اجازه نمیدم دست رو من بلند کنی. خب دست بلند کرد میگه این مسئله رو من میرم با بابا میگم. به بابای کی؟ بابای خود پسر. به بابای خود پسر که بابا این دست بزن داره. دست بزن داره منو زد، اگه میزد تو چشم کور میشد. شما یه چیزی بهش بگید. من پیش شما بابای من شمایید دیگه، من پیش کی برم بگم؟ برم به همسایه بگم، برم به عمو بگم، تو به همه شهر بگیم؟ خب این قضیه رو باید از روز اول نباید خطای قرمزی رو مشخص کنیم. این بهش اجازه نمیدید که دست رو بلند کنه. خب اما قضیه این که فوش میده و فلان میده، ببین که مشکلش کجاست. اگه با همه مردم اینجوریه، پس این یک عادت، یک تربیت نادرست اجتماعی است. شما سعی کن کمکش کنی، سعی کن اخلاقش رو عوض کنی. چطور اخلاقش رو عوض میکنی؟ با امر و نهی نه، با بالا بردن سطح فهمش از زندگی، با بالا بردن سطح فهمش از دین. دین یک معیار کنترل هست که اخلاق افراد رو عوض میکنه، با رفت و آمدها با افراد خوب، با نوارهای خوب، با برنامه‌های خوب دیدن، برنامه این همه به صالح حق برنامه‌های اخلاقی میذاره واسه چی؟ خب اینو رو بهش رسوندن. نمیخواد که بهش بیای بگی که اون چیزی که از آقای سلیمانی تو برنامه اخلاق دیدی و بیای سلیمانی بازی واسش در بیاری. معلم نمیخواد اون. اما چی؟ میتونی واسش کلیپ بفرستی، میتونی بگید که امروز آقای سلیمانی برنامه بسیار خوبی داشت، روی مسئله اخلاق خوب حرف میزد که انسان با اخلاق خوبش، من هیچ نمیدونستم، گفت که انسان با اخلاق خوبش میرسه به درجه صائم قائم. میدونستی اینو؟ من نمیدونستم، امروز یاد گرفتم. یعنی میایی چی؟ میگی که من یاد گرفتم، منم نمیدونستم، منم چی؟ نمیایی بگی بس با حکمت، با درایت، با چی؟ خب تو محیطی که هست، افرادی که خوش اخلاقند، با اونا رفت و آمد میکنید، با انسانهای خوب رفت و آمد میکنید، مسیج براش میفرستی، کلیپی میفرستی، فلانی میفرستی، کم کم این رو میسازی. یعنی میایی با حکمت، با عقل و درایت. و عقل و درایت وظیفه کی هست در ساختن، در قضیه مشکل زناشویی؟ وظیفه اون کسی نیست که اشتباه میکنه که خودش رو درست کنه. وظیفه اینجا و مسئولیت اون کسیه که درک میکنه یه مشکل وجود داره. اون کسی که درک میکنه باید در پی اصلاح باشه. اون کسی که درک نمیکنه که اصلا خودش هم احساس نمیکنه که باید بره دنبال حل مشکل. این قضايا بسیار ساده است، حل میشه. مشکلات تربیتی هست که خب به هر حال کسیه که 20 سال اینطوری تربیت شده، در یک محیط فاسدی بوده، این وقت بر هست، نیاز هست که شما 20 سال دیگه هم صبر کنید و اینو بسازید. اما هدفت چی است؟ هدفت عبادت، و به این صورت میتونه به نتیجه برسه. ممنونم. بیننده دیگری از لندن فرمودن، من خلاصه صحبتشون به خاطر استفاده بهتر از وقت بگم خدمتتون که ایشون چند ماهی فرمودن که پدر شدن الحمدلله و 2 سالی در لندن زندگی میکنن و فامیلشون مقدار دورتر هستن. خانمشون چون خانوادهشون نزدیک نیستن، هفته 2 روز اجازه میدن که خانمشون با بچه بلندشن برن پیش خانوادهشون، اما بعضی وقتا میگن بیشتر میمونن و من هم اصرار میکنم که خب من 2-3 روز نمیتونم بچه رو دوریش رو تحمل بکنم و میخوام کمره پسرم باشم، باش گپ بزنم و باش صحبت بکنم، اما ظاهرا هنوز به نتیجه‌ای در این باب نرسیدن. پدری که دوری فرزندش رو تحمل نمیکنه و مادر هم دوری خانواده رو تحمل نمیکنه. حق داره پدر که دوری فرزندش رو تحمل نکنه، به خصوص که حتما فرزند اولشون هم که هست. بله. اینجا ببینید عزیزم، شما و حالا اگر همسر دین کنار ما می بود نصیحتش میکردیم این کارو نکنه.
میره دید و بازدید مادرش به هر حال بره 2 روز پشت سر هم که نه، یه روز بره، نمیدونم چند ساعت بره، تلفن کنه، هر روز تلفن کنه، در تماس باشه. مادرش ظاهرا بهش نیازی نداره که 2 روز بره پیش مادرش. خب مادری که میتونه 5 روز دیگه خودش رو جمع کنه به 2 روز نیاز نداره. اما اگر نه، چون که ایشون نیستند و شما هستین، ما به شما توصیه میکنیم که شما هم برید. کجا برن؟ برن پیش با همسرشون. خب شاید کارشون، شرایط کاریشون طوری که شرایط کاریشون رو جمع و بندیش کنن، طوری کنن که حالا میای خونه استراحت، به جای اینکه بری خونه خودت برگردی، برو پیش خونه مادر خانم، پیش خانم. وقتی میری اگر اونجا جا داری، راحتی، خب این صله رحم میشه، شما خوشید هم اونا خوشند. اگر نه، اونا فقط دخترشون رو میخوان، شما یه مقداری سایتون سنگین میشه، اون وقت دیگه دخترشون رو توصیه میکنن که کمتر بمونه. مادر برو خونه، شوهرت خسته میشه، این قدر میاد هر روز. خب به این صورت مشکلتون رو با حکمت، این مشکلی نیست که شما بیایید بزرگش کنید، با تفاهم این مسائل حل میشه ان شاء الله. بیننده دیگری فرمودن که بله سلام علیکم السلام، فرمودن که ما دوست داریم که ازدواج کنیم ولی هنوز خدا بهمون فرزندی نداده، لطفاً بگید چیکار کنیم. اولا این که 2 سال ازدواج کردید، 2 سال نه 4 سال 5 سال، این چیز طبیعی است، نگران کننده نیست، جای نگرانی هم نداره. بله. به خصوص اگر عمرشون رو ذکر میکردن، اگر عمرشون پایین هست، اما اگر عمرها بالاست بازم جای نگرانی نیست. اما یک فرمول الهی رو این رو یاد بگیرن. بله. خداوند متعال میفرماید فاستغفروا ربکم انه کان غفارا. فقلت استغفروا ربکم در سوره نوح، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. استغفار زیاد بکنن، توبه زیاد بکنن، ذکر در یاد خدا باشند و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوای الهی رو پیشه کنه، خداوند متعال براش راه گشایشی به وجود میاده و یرزقه من حیث لا یحتسب، و اون رو روزی میده از اون جایی که اصلا در گمانش نبود. فرزند روزی هست، مال حلال روزی هست، صحت و سلامتی روزی هست، همسر روزی هست. پس جای نگرانی نیست، رابطهشون رو با خداشون درست کنند و بدونند که همه چیز از خدا و تنها از خدا بخوان و خداوند هم به بندگانش رحمت میکنه. خیلی ممنونم. من هم ممنون شما دعا میکنیم برای این خواهر بزرگ. ان شاء الله خداوند متعال فرزندان نیک و صالحی بهشون بده و به همه بینندگان عزیزمون. و همه بینندگان عزیز، در خصوص عزیزانی که سال‌هاست منتظر فرزند هستن، از الله متعال میخوایم و دعا میکنیم که همه عزیزان و فرزندانی صالح که نور چشم اونها و امت اسلامی باشه براشون عطا بفرماید. وقت برنامه به پایان رسید، اما سوال‌های شما عزیزان همچنان باقی است. ان شاء الله در برنامه بعد حتما به ادامه سوال‌ها خواهیم پرداخت و ان شاء الله علاوه بر اینکه موضوع ادامه خواهیم داد، در خدمت جناب دکتر خواهیم بود با پاسخ به سوال‌های شما عزیزان. در طول هفته می‌توانید باز هم با ما در ارتباط باشید و سوال‌هاتون رو برامون بفرستید از طریق SMS و از طریق واتساپ و از تلگرام و یا از طریق فیسبوک یا پیامگیر صوتی ما در شبکه جانی مثال حق که پیوسته میتونید آدرس‌های ما رو در گوشه تصویر، در گوشه اگر روبروی تلویزیون بایستید، گوشه سمت راست تصویر، البته بجز وقت برنامه زنده 24 ساعت اونجا تمام شماره ها نوشته شده و عزیزان میتونن که دریافت بکنن و با ما در ارتباط باشن. جناب دکتر صحبت آخر شما با بینندگان عزیز. تنها از بینندگان عزیز التماس دعا داریم و اینی که همیشه در فکر ساختن جامعه باشند. انسانی که در فکر دیگران هست زندگی براش لذت بخشه و حل کردن مشکلات دیگران یکی از بزرگترین عبادت هاست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر من برم برای حل مشکل یک انسانی برام عزیزتر و با ارزشتر است از اینی که 2 ماه در مسجد النبی به اعتکاف بشینم. اعتکاف در مسجد النبی چه عبادت بزرگ و چه اجر و پاداش زیاد. اما اینی که در فکر حل مشکلات دیگران باشی و تلاش کنی و ان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. انسانی که در فکر کمک، در مسیر کمک به دیگران حرکت میکنه، خداوند در یاد اون هست و مشکلاتش رو حل میکنه.
انشاءالله که الله متعال ما شما توفیق بده و همه بینندگان عزیز که جز این افراد باشیم. تشکر و سپاس فراوان از حضور شما در این برنامه. همچنین از همه شما عزیزان و بزرگواران که تا این لحظه برنامه خودتون ریاری کردید تشکر و سپاس بی‌نهایت دارم و همچنین از احمد جان کارگردان محترم برنامه به همراه منیر احمد عزیز و عزیزانی که پشت صحنه تلاش میکنند تا این ارتباط بین ما و شما پیوسته برقرار باشه. در پایان فراموش نکنیم که عزیزان ما که از دنیا رفتند دعای ما سرمایه بزرگی برای آنها خواهد بود. از الله متعال برای پدران و مادران، خواهران و برادران، از همسران و فرزندان، اساتید شاگردان، اقوام خویشاوندان و همه عزیزانی که از امت اسلامی از دنیا رفتند تقاضای بخشش، رحمت و مغفرت داریم. امیدواریم که الله متعال ما و شما رو هم توفیق عبادت خالصانه تا آخرین لحظه حیات و حسن خاتمه نصیب بکنه تا ما هم ان شاء الله بتونیم که رضایت الله متعال رو کسب بکنیم. تا برنامه بعد همه شما خوبان و عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.